وقتی که تو اتوبوس نشستی یا وقتی که تو صف وایسادی یا وقتی داری پیاده راه میری، مدام در حال چک کردن گوشیتی. به طور مدام چک کردن گوشیت وقتی که هیچ کار ضروری نداری یا وقتی که کلا اینباکست خالیه، مسیج خاصی نداری، میتونه باعث بشه که ندونی چه اتفاقی داره دورت میفته. و این فقط به صورت فیزیکی اتفاق نمیفته، بلکه به صورت منتالی و روحی هم برای تو اتفاق میفته. خودتون رو مدام با چک کردن موبایلتون و چرخیدن تو موبایلتون استیمولیت میکنید. معذرت میخوام اما کلمه استیمولیت هم نمیتونم دقیقاً به فارسی ترجمه کنم. به فارسی ترجمهش میشه تحریک، اما دقیقاً اون کلمه نیست که من میخوام به شما بگم. پس مجبورم که انگلیسیشو بگم. بگذاریم. اما وقتی که شما این کار میکنید، این کار با دوپامین کوتاه مدتی که از گوشیتون میاد دارین این کار میکنید و میافتین توی حفره بی انتهای فضای مجازی. و آخرین باری که به خود گفتی امروز قراره که فرق بکنه، فکر کن. قراره که خوابم تغییر کنه، قراره که یه قدم به اون آدمی که میخوام بشم نزدیکتر شم، اما فرق نکرد. باز که بیدار شدی، روز تو با چک کردن و بهتر بگم با غرق شدن توی گوشیت و فضای مجازی شروع کردی. و گاهی من کسایی رو میشناسم که اصلا اون کانتنتی که میخوان و دوستش دارن رو نگاه نمیکنن، فقط دارن رد میکنن، فقط دارن اسکرول میکنن. و بدتر از همه اینا اینه که اون چیزی که دارن نگاه میکنن رو حتی تا آخر نگاه نمیکنن. اون ویدیو که دارن میبینن با اینکه ویدیو کوتاه با اینکه ویدیو تیک تاکی، یعنی دارن بهتون میگم عمق فاجعه دیگه تا چه حد، چقدر تمرکز یا انسان میتونه بیاد پایین که به این حد برسه که اصلا اون ویدیوی کوتاه هم تا آخر نگاه نکن. تأثیری که اینترنت تو زندگیتون میذاره یک تأثیر خیلی خیلی بزرگه. احساس میکنی که داری کار انجام میدی اما ناکارآمدی. احساس میکنی که با دوستات و با آدما در ارتباطی اما تنهایی. مشکل اون دستگاه نیست، مشکل اینترنت نیست، بلکه مشکل جوریه که شما ارتباط گرفتین با اون گوشی و با اینترنت و با تکنولوژی و همه اینا. موبایل و فضای مجازی اعتیادآوره، چون که اصلا برای همین ساخته شده که شما بهشون اعتیاد داشته باشین. و حقیقتش رو بخواین، از بین بردن اعتیادتون به فضای مجازی یک کار سرراست و راحتی نیست و نیازمند خوداندیشی داره. حالا امروز میخوام یه سری تحقیقات رو بهتون نشون بدم، یه سری تحقیقات رو با هم دیگه بررسی کنیم راجع به اینترنت و فضای مجازی که بتونیم یه ارتباط سالم‌تر با اینترنت برقرار کنیم و این داستان براتون هیچ وقت مشکل ساز دیگه نشه. Let's go. فقط یه نگاه به دور و برت بنداز. توی فضای عمومی، توی رستوران، گوشه خیابون، مردم می‌بینی که سرشون تو گوشیشون، از جمله بچه کوچولوها که دیگه خودتون دیدید. بر اساس تحقیقات انجام شده توی دیلویت و توی سال 2016، تازه تا سال 2016 داره میگه، الان که دیگه اصلا وضعیت خیلی وخیم‌تره. آمریکایی‌ها به طور میانگین 47 بار گوشیشون رو چک میکنن و از سنین 18 تا 23 سال این عدد گنده تر میشه تا جایی که به 82 بار چک کردن در طول روز ادامه پیدا میکنن، که این معنی میده که بر اساس تحقیقات انجام شده تو سال 2015 و تو سایت hackernoon.com، آمریکایی‌ها به طور میانگین 4 ساعت در طول روز رو اختصاص میدن به چک کردن گوشیشون. منم گوشیمو چک کردم و دقیقاً همین حدود 3 و 50 دقیقه و 4 ساعت در طول روز. خسته نباشی. واسه کسی که کار داره، واسه کسی که درس داره، واسه کسی که باید کاراشو انجام بده، فاجعه است. اگه تو هم میانگین گوشی دست گرفتن در طول روز 4 ساعته، همون حدود 4 ساعته میشه 28 ساعت در هفته که دقیقا مثل یه شغل پاره وقته. میدونی چی میگم؟ با این تفاوت که شما حقوقی از این کار دریافت نمی‌کنید و همینطور دارین وقتتون هم تلف می‌کنید. اگه که هم بیشتر از این عدد خودتون حساب کنین که چقدر دارین وقتتون رو هدر میدین. اگه که این اعداد متقاعدت نکرد که واقعا اعتیاد داری به گوشی، بریم هم یه تستی انجام بدیم که بفهمیم واقعا آیا اعتیاد داریم به گوشی یا نه. اسم این تست هست سمارت فون کامپولشن تست که آنلاین هم میتونین پیداش کنین، که فکر میکنم توسط دکتر گرینفیلد هم ساخته شده. بیاین به اولین سوال جواب بدیم. آیا معمولا برخلاف میل باطنیت از گوشی استفاده میکنی و توی گوشیت غرق میشی؟ در واقع یعنی کنترل دست شما نیست. واقعا برای من یه مدتی این شکلی بود، الان تونستم کنترل خیلی بهتر دستم بگیرم. مثلا داری با PC یا لپتاپت یا با گوشی کار مهمی انجام میدی، یعنی یه کار تحقیقاتی و مهم داری انجام میدی، بعد یهو نوتیف میاد از اسپاتیفای که آره خواننده مورد علاقت، آرتیست مورد علاقت موزیک جدید داده. تو هم که 100% میری بازش میکنی، آهنگشو گوش میدی، بعد میبینی موزیک ویدیو هم ساخته و میری تو یوتیوب و
به خودت میبینی اصلا داشتم چیکار میکردم، من داشتم تحقیق میکردم و آخرش میفهمی که دقیقا تو حفره فضای مجازی افتادی که اصلا دست خودت نبوده، اصلا انگار که خودت نخواستی. آیا اغلب بدون هدف فقط اسکرول میکنین؟ جواب من یکم به این سوال قبلا بله بود، اما الان اصلا این شکلی نیست، چون که خودم رو محدود کردم. وقتی که شما گوشیتون رو برمی‌دارید که این کار با لذت همراهه، مغزتون بیشتر و بیشتر میخواد اون کار انجام بده، چون که ازش حس خوبی گرفته و از شما میخواد که گوشیتون رو زمین نذارین. It has nothing to do with you, okay? It just feels nice. That's all. اما اشتباه نکنین، چون که دوپامین دشمن شما نیست. برآورده کردن نیاز و دستورهایی که مغزتون به شما میده یه کار حیاتیه. مثلا دوپامین حولتون میده سمت کاری که میخواین انجام بدین و یه جوری موتیویتتون میکنه به سمت اون کاری که باید انجام بدین. و همینطور وقتی که گشنتونه و وقتی که هوس یه غذایی میکنی، به خاطر اینکه مغزتون قبلا حس لذت و خوشحالی و با خوردن اون غذا درک کرده. گشنگی تو زمانی فروکش میکنه که گشنه نباشی و سیر باشی کاملا. ولی وقتی که این موضوع راجع به فیلم و سوشال میدیا و یوتیوب و اینترنته، فرق میکنه قضیه، چون که اصلا اینا جوری ساختن نشدن که به شما هشدار بدن که آقا جون بس دیگه کافیه، پر شدی، بلکه برای پرخوری شما ساخته شدن و هیچ وقت به شما هشدار نمیدن به خاطر اینکه چرا مثلا کارتون رو انجام نمیدین، چرا یه پروژه‌ای رو 100 سال کنار گذاشتی انجامش نمیدی، چرا درس نمیخونی، چرا از زندگی دقیقه. هیچ کس به شما هشدار نمیده. اگه تا به آن تلاش کردی که از اینترنت درست استفاده کنی، اعتیاداتو کنار بذاری و اگه هنوز داری ویدیو رو نگاه میکنی، احتمالاً ناموفق بودی، چون که تنها تکیه کردن به ارادت میتونه این کار واسط سخت‌تر کنه و ما نیاز به یک برنامه سالم داریم که بتونیم اعتیادمون رو کنار بذاریم. توی کتاب How to Break Up With Your Phone یه چالش 30 روزه گذاشته برای کسایی که میخوان اعتیادشون رو به گوشی ترک بکنن، اما از اونجا که خیلی طولانیه و اگه بخوام باتون صادقانه صحبت کنم کسی انجامش نمیده، من این چالش 30 روزه رو به یه چالش 5 روزه تبدیل کردم. اولین قدم آگاهی و خبر داشتن از وضعیت خودتونه. شما میتونین از یه سری اپ‌ها استفاده کنین واسه این کار و یا میتونین از خود اسکرین تایم گوشیتون استفاده کنین که بهتون بگه در طول روز چقدر از گوشی دارین استفاده میکنین. این قدم هدفش آگاه کردن شما نسبت به فاجعه‌ای که دارین به بار میارین، چون که اگه یکی هیچ وقت نفهمه که چی کار داره میکنه با زندگیش، قطعا هیچ هدفی هم نخواهد داشت و هیچ تلاشی هم نمیکنه که بخواد چیزی رو درست کنه. دومین قدم عوض کردن عادت‌هاتونه. اگه نمیدونین همیشه ترک اعتیاد اینجوری اتفاق میفته که میان یه سری چیزای بدو که بهش اعتیاد دارن رو جایگزین میکنن با چیزایی که مفیده و براشون خوبه. شما هم گوشیتون رو باید با چیزی جایگزین کنین که براتون مفیدتره و سودمندتره. گوشیتون رو از دستتون خارج کنین، به جاش یه کتاب بذارین، به جاش چه میدونم پادکست گوش بدین، به جاش یه چیزی بیارین که واسهتون یک سودی داشته باشه. خودتون رو سوشالایز کنین، با دوستاتون در ارتباط باشین. یه سازمان از این راهکار استفاده کرده و خیلی هم موفق بوده تو این نتیجهش. اسم این سازمان الکل انونیمسه که برای افرادیه که به الکل اعتیاد دارن. این سازمان از کسی که بهشون مراجعه کرده واسه ترک اعتیادشون پرسیده که وقتی که شما الکل رو میخورین چه حسی بهتون دست میده. اونا برگشتن گفتن که آره، حس آرامش، حس این که انگار یکی پیشمونه، انگار یکی داره یاریمون میکنه و حس ریلکس بودن و میدونیم حس خوبی میگیریم. این سازمان هم میاد یه لیست تهیه میکنه از چیزایی که همون احساسو به اون آدما میده، اما خب چیزایی که سودمندتره و چیزایی که آسیب زننده نیست. پس جایگزین کردن یه چیزی که آسیب میزنه بهتون با یه چیزی که مفید و سودمنده براتون یه راهکار خیلی جوابگوه و اون کار کم کم به عادتتون تبدیل میشه. یه چیزی بهتون بگم، واقعا این کار نیاز به مجبور کردن خودتون داره. خیلی وقتا راهکارهایی که قراره بهتون از لحاظ روانشناسی بگن واسه یه ترک خیلی چیزا، واسه یه چه میدونم اینکه زندگیتون رو کلا بهتر کنی، قرار نیست مهربون باشه، قرار نیست راهکاری باشه که خیلی راحت، سرراست، دردسرساز نیست براتون، اذیتتون نمیکنه. خیلی وقتا این راهکارا میتونه آزاردهنده باشه، میتونه سخت باشه، میتونه سخت باشه براتون، اما نتیجه‌ای که بهتون میده خیلی نتیجه
سودمندیه، خیلی نتیجه خوبیه و به اون نتیجه که میخواین در واقع میرسین. قدم سوم تغییر دادن محیط. مثلا جایی که شبا گوشیتون رو کنارتون بذارین بگیرین بخوابین که فردا اولین کاری که میکنین چک کردن گوشیتون باشه، به جاش یه لیوان آب بذارین، به جاش یه میوزیک باکس بذارین شروع کنین به ساز زدن. و به نظر من اگه که براتون ممکنه شارژر گوشیتون رو هم از توی اتاقتون، از توی محیطی که توش کار میکنین و نیاز به تمرکز دارین دور کنین، ببرینش بیرون که وقتی هم گوشیتون داره شارژ میشه همش وسوسه نشین که برین چکش کنین، یا حتی دیدن اون شارژر هم باعث بشه که شما بخواین دوباره وسوسه شین و برین سمت گوشیتون. فرق بین دوم اسکرولینگ، اگه که نمیدونین، دوم اسکرولینگ یعنی اسکرول کردن مثلا اکسپلور یا مثلا تیک تاک، عوض کردن و رد کردن ویدیوها به صورتی که هیچ هدفی نداشته باشه و به صورت اینه که اصلا کامل دارین ویدیو رو نگاه نمی‌کنین و فقط دارین رد می‌کنین، با انجام دادن یک کاری که براتون سودمنده، اون هدفیه که پشتش دارین. وقتی که نتفلیکس رو باز می‌کنی که به جای گوشی دست گرفتن یه فیلم خوب ببینی قبل اینکه بخوابی، خیلی فرق می‌کنه با دوم اسکرولینگ که کاملا بدون هدف، کاملا با هدر دادن وقتتونه و چیزی به شما اضافه نمیکنه. پس شما اینجا یاد میگیرین که بعد کاری انجام بدین که هدفمند باشه. اینو دارین به مغزتون یاد میدین. و در ضمن اینم یادتون باشه که همیشه بین ویدیوهای کوتاه و ویدیوهای بلند دیدن ویدیوهای بلند رو انتخاب بکنید. مثلا بین پلتفرم اینستاگرام با پلتفرم یوتیوب انتخاب کنید، چون اولا که محتوای این دو تا با هم دیگه فرق میکنه. معمولا محتوایی که تو ویدیوهای بلند میبینی خیلی بهتره، بیشتر بهتون کمک میکنه، سودمندتره. و دو اینکه اون دوپامینه دیرتر ترشح میشه توی مغزتون. یکم به مغزتون صبور بودن رو یاد میدین، یکم به مغزتون یاد میدین دوپامین الکی ترشح نکنه که بعد 2 ثانیه از بین بره و شروع کنین بازم ویدیو دیدن. قدم 4 خاموش کردن نوتیفیکیشنتونه. نوتیفیکیشنتو خاموش کن. هر اپی که بهش اعتیاد داری نوتیفشو خاموش کن. بچه دوست خودم علی یه کتابی خونده و به اسم مینیمالیسم دیجیتال و من گفتش که اگه که میخوای راجع به این موضوع صحبت کنی، منم میتونم از این کتاب به عنوان منبعت یه سری نکته بهت بگم که استفاده کنی توی ویدیوت. و مرسی از علی چون که واقعا خیلی کمکم کرد و خیلی به اطلاعاتم اضافه کرد، هرچند که نتونستم همه چیزایی که گفت رو جا بدم چون که زودتر آماده کرده بودم اسکریپت ویدیومو، ولی خب یه سری نکته‌هاشو بهتون قراره که بگم. توی کتاب مینیمالیسم دیجیتال علی به من گفتش که یه موقعی نوتیف فیسبوک رنگش آبی بوده، بعد دیده که شاید رنگ آبی تاثیر اونجوری، تاثیر میدونی تحریک کننده برای مردم نداشته باشه که مردم برن چک کنن فیسبوکشونو. بعد اومده رنگ نوتیفیکیشن رو از آبی به قرمز تغییر داده و دیده که مردم چقدر پیگیرترن نسبت به نوتیفیکیشنشون و زودتر میرن چک میکنن فیسبوکشون رو ببینن چه خبره. یعنی دارم میگم که چقدر نوتیفیکیشن میتونه تاثیر داشته باشه تو اینکه شما انگیزه بیشتری پیدا کنین واسه اینکه چک کنین گوشیتون رو یا اون اپو. کلا تو کتاب مینیمالیسم دیجیتال که علی من معرفی کرد میتونم یه ویدیو کامل راجع به اون بسازم، چون که راهکاراش با راهکارهای کتاب How to Break Up With Your Phone یه کوچولو فرق می‌کرد. تقریبا شبیه هم بودن اما یه کوچولو فرق می‌کرد. اگه خواستی میتونم یه ویدیو دیگه راجع به همین موضوع واسهتون درست کنم که بیا مختصرا راجع به اون کتاب حرف بزنم. علاوه بر همه اینا، وقتی که دارین یه کار مهمی با گوشیتون انجام میدین و یه کاریه که نیاز به تمرکز دارین و نمیخواین حواستون پرت چیز دیگه‌ای بشه، گزینه Not Disturb Mode رو توی گوشیتون فعال کنین. این باعث میشه که نه نوتیفی ازتون کنه، نه پیامی بیاد، نه چیزی بخواد. و جالبیش اینه که توی همین گزینه میتونین یه سری افراد، یه سری اپ‌های ضروری مشخص کنین که حالا نوتیف اونا براتون بیاد، اما بقیه که به درتون نمیخورن و حواستون پرت میکنن نه. قدم 5 هوشیاریه. چیزی که من توی این موبایل ها متوجه شدم اینه که روز به روز دارن کاری میکنن که توجه و اتنشن اسپن شما بیاد پایین. و راجع به این موضوع توی کتاب مینیمالیسم دیجیتال هم که علی معرفی کرد، یه تیکش بازم سال 2017 خود مدیر عامل فیسبوک گفته بود که ما هدفمون از ساختن همچین پلتفرمی اینه که بیایم مردمو تا طولانی ترین زمان ممکن توی این اپ نگه داریم. اینا بلدن که چیکار کنن که گوشی‌ها و پلتفرم‌ها رو بسازن که شما بهش کاملا معتاد شین و هوشیاریتون رو از دست بدین، تمرکز و توجهتون رو از دست بدین. و به قول سارینا توی این روزایی که اتنشن اسپنمون انقدر اومده پایین که داره با ماهی مقایسه میشه، یعنی از ماهی هم کمتره، میتونین از گوشیتون دور بمونین که تمرکزتون نره تو دیوار. یکی از موثرترین کارا مثل همیشه
مدیتیشن. تمرکز کردن 100% زمان مدیتیشن وقتی بخواید تازه شروع کنی واسهتون خیلی سخته، اما وقتی که این کارو مدام انجام میدین تمرکزتون تقویت میشه. به هر حال give it a try. همه سری اپ هست واسه اینکه مدیتیشن رو چجوری انجام بدین، همه سری گاید ویدیوها هست روی یوتیوب، میتونین اونا هم ببینید. این راهکارا چیزایی نیست که به سرعت کاری کنه که شما اعتیادتون رو به گوشی از دست بدین، ولی توی طولانی مدت تبدیل به عادت میشه. بعد که تبدیل به عادت بشه دیگه تغییر پذیر نیست و ما همینو میخوایم. باورها و افکار شما تا زمانی که به عادت تبدیل نشه هیچ اثری نمیذاره تو زندگیتون و هیچ ارزشی نداره. همونطور که جیمز کلیر هم توی کتاب Atomic Habits میگه که every action you take is a vote for the type of person you wish to become. No single intent will transform your beliefs, but as soon as the votes build up, so does the evidence of your new identity. که معنیش هم میشه که هر کاری که شما انجام میدین، هر عمل کردی که دارین، یک ووت، یک جور آماده سازی واسه تبدیل شدن شما به اون آدمی که میخواین. و وقتی که اون ووت ها توی وجود شما رشد پیدا میکنه، نشونه‌های این که شما هم دارین به یک آدم جدید تبدیل میشین هم توی شما نمایان میشه. عادت‌ها حتی اگه کوچکترین عادت‌های روزانه شما باشن، اگه که سودمند باشن، اگه که مفید باشن برای شما، تاثیرهای خیلی خیلی بزرگی میتونن بذارن توی زندگیتون و اصلا ربطی به این نداره که اون عادت چقدر میتونه کوچیک باشه، اما تأثیری که میذاره خیلی تأثیر بزرگیه. توی کتاب مینیمالیسم دیجیتال هم کسایی که اون چالش 30 روزه توی اون کتاب انجام داده بودن به این نتیجه رسیده بودن که خودشون بعد اون چالش ترک اعتیاد دیگه اشتیاقی واسه فضای مجازی و سوشال مدیا و اینا نداشتن. یه خانومی از تجربه همین چالش 30 روزه‌ای که انجام داده اینو گفته که من بعد اینکه این چالش رو انجام دادم رفتم سراغ گوشیم، بعد اینکه 30 دقیقه با گوشیم ور رفتم و چرخیدم تو گوشیم فهمیدم که واقعا هیچ اشتیاقی واسه گوشیم ندارم و اینجا هم که اصلا این کاری که دارم میکنم یا هدفمنده، اصلا دارم وقتمو هدر میدم و اصلا به درد بخور نیست واسم. یعنی بعد این چالش آدمو خودشون دیگه نمیخواستن برگردن به فضای مجازی، چون که چیزایی رو تجربه کرده بودن توی زندگیشون که واقعی بوده، دوپامینی که بهشون میدادن واقعی بوده و انقدر که کارهای سودمند و خوب انجام داده بودن که دیگه نیازی به فضای مجازی نداشتن. اینم از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون بیاد و همینطور یادتون نره لایک کنین، کامنت بزنین، سابسکرایب کنین. از حمایتتون خیلی ممنونم. اگه ویدیو برای شما مفید بود برای دوستاتون هم شیر کنین لینکشو و مرسی از علی که انقدر اطلاعات مفید به ویدیو اضافه کرد. دوستتون دارم. خداحافظ.